کوفته یکی از غذاهای سنتی و خوشمزه ایرانیه. کوفته با استفاده از موادی همچون گوشت چرخ کرده، کمی سینه مرغ که باعث میشه کوفته‌تون وا نره، سبزی معطر، ادویه‌ها، فلفل سیاه، نمک، زردچوبه و ادویه‌ای که ما داریم که چند تا ادویه با هم مخلوط شده، برنج آبکش شده، لپه پخته و تخم مرغ تهیه میشه. خب همه این مواد رو ورز میدیم، 1-2 ساعت میذاریم توی یخچال تا استراحت بکنه. بعد زمانی که استراحت کرد از یخچال آوردیم بیرون، مواد میانی کوفتمون رو میذاریم که آلو هست. همه کوفته ها رو آماده میکنیم، کنار میگذاریم. حالا سسش رو آماده میکنیم، پیاز رو سرخ میکنیم، بهش زردچوبه میزنیم، بعد ربش رو میزنیم، نمک و فلفل سیاه میزنیم، کمی هم سبزی معطر و خوب که تفت دادیم آب بهش اضافه میکنیم، میذاریم که جوش بیاد. البته من آلو هم پای کوفتم میریزم و زمانی که جوش اومد کوفته ها رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که پخته بشه. کوفته ما آماده است. نوش جان.